این ویدیو در پاسخ به این کامنتیه که من دریافت کردم. موضوع تخصصی کار کردن درمانگر. میخوام بگم چرا درمانگرها باید تخصصی کار بکنن، ولی قبلش توی یه جمله بگم درمانگر تخصصی منظورم چیه. یعنی درمانگر برای شفاف باشه و بتونه اعلام بکنه که من حوزه بزرگسال رابطه عاطفی میبینم، من حوزه کودک مسائل تحصیلی میبینم، من با میان سال کار میکنم، به نگرانی های وجودی میپردازم. به همین سادگی. حالا چرا درمانگرها باید تخصصی کار بکنن و نباید ادعای درمانگر همه فن حریف بودن بکنن؟ نوجوان میبینم، بزرگسال میبینم، کهنسال میبینم. اولین موضوع اینه که شما با تخصصی کار کردن میتونید اعتماد درمانجوتون رو جلب بکنید. مطمئنم چیزیه که خیلی براش تلاش خواهید کرد. شما وقتی که اعلام بکنید من تو حوزه تروما و با بزرگسالان کار میکنم، یعنی از حوالی 20 و چند سالگی تا حوالی 40 و چند سالگی، درمانجو وقتی ببینه که شما انقدر تخصصی کار میکنید حتما اعتماد بیشتری به شما داره و حتما روی رابطه درمانیتون اثر میذاره. مسئله بعدی کیفیت درمان شما میره بالاتر وقتی که تمرکز کنید روی یک حوزه خاص. تمرکز یعنی تحصیل کردید، یعنی ساعتها مطالعه کردید، یعنی سوپروایزر داشتید، یعنی تجربه کار بالینی داشتید. پس وقتی که متمرکز کار بکنید حتما اثر بخشی درمان شما بالاتر میره و حتما کیفیت کارتون بالاتر میره و درمانجوتون بهتر و سریعتر نتایج درمانی رو تجربه میکنه. و موضوع سوم، شما وقتی از هر چیزی یک کم میدونید احتمال خطاتون میره بالا. اقیانوس 1 سانتی هستید، ولی وقتی که متمرکز و متخصصانه روی یک موضوع عمیق شده باشید و سالهای عمرتون رو صرف اون کرده باشید حتما خطای شما در فرآیند درمان میاد پایین. و دوباره یادآوری میکنم که خطا در حوزه کاری ما به این سادگی قابل چشم‌پوشی نیست، چون آدم‌ها در آسیب‌پذیرترین روزهای زندگیشون ما رو ملاقات میکنن. پس وقتی که خطا بیاد پایین احتمال موفقیت درمان هم خیلی بیشتر میشه. ارادت.